در باقی سرگذشت زال اون چه بسیار مهمه داستان زاده شدن رستمه. طبیعی زن و شوهر جوان بعد از اینکه مدتی با هم زندگی میکنن رودابه بار میگیره و آبستن میشه. بسی بر نیامد بر این روزگار که آزاد سر اندر آمد به بار. بهار دل افروز پژمرده شد، دلش را غم و رنج بسپرده شد. شکم گشت فربی و تن شد گران، شدن ارغوانی رخش زعفران. تنش نزار شد، شکمش بزرگ شد، رنگش زرد شد، ناراحتی پیدا کرد. مادرش از او میپرسد که چه خبر، چه شده؟ بدو گفت مادر که ای جان مام، چه بودت که گشتی چنین زرد فام؟ چنین داد پاسخ که من روز و شب همی برگشایم به فریاد لب. همانا زمان آمدستم فراز، و از این بار بردن نیابم جواز. وقت زادنم رسیده. تو گویی به سنگ استم آکنده پوست، وگر آهن استان که نیز اندروست. میگه مثل این است که پوست من پر از سنگ. گر اگر به معنی یا در شاهنامه به کار رفته، یا اون چه در دل من هست آهنه. بچه خیلی درشت و بزرگ بوده. چنین تا گه زادن آمد فراز، به خواب و به آرام بودش نیاز. چنان بود که یک روز از او رفت هوش، از ایوان دستان برآمد خروش. رودابه به اصطلاح علمی امروز توانایی زادن رستم رو نداشته و در نتیجه دردهای متوالی و ناتوانی برای زاییدن رستم بیهوش میشه. مادرش چنان که رسم مادرانه رخسارشو میخراشه و سیلی به صورت میزنه و خبر به زال میرسه و زال به فکر چاره میفته. این چاره رو باید یاد بکنیم اینجا و او این است که بر اثر مهری که زال و سیمرغ به یکدیگر داشتند، زال راضی نمیشد که پیش پدرش برگرده تا بالاخره این رو گفتیم قبلا که سیمرغ به او گفت نه، زندگی پیش پدر و در کاخ و ایوان او به مراتب راحت‌تر و آسوده‌تر و بهتره و وقتی که به اونجا بری دیگر آشیان سیمرغ به یادت نخواهد اومد. با این حال برای اینکه تو کاملا آسوده باشی من چند تا پر خودم رو به تو میدم و تو اگر گرفتاری و ناراحتی برات پیش آمد یا اگر من رو خواستی ببینی، کار ساده این است که یکی از این پرهای من رو با آتش میگذاری و من بیدرنگ میایم پهلو. البته همون جور که سیمرغ پیش بینی کرده بود، زال در نتیجه زندگی با پدر آشیانه سیمرغ از یاد برد و مسئله منتفی شده بود تا وقتی که رودابه گرفتار درد زادن میشه و توانایی زادن این فرزند رو نداشته. در اون موقع همان پر سیمرغش آمد به یاد، بخندید و سیندخت را مژده داد. سیندخت مادر رودابه است. یکی مجمر آورد و آتش فروخت و از آن پر سیمرغ لختی بسوخت. اینجا باید یادآوری بکنم که این استفاده از پر سیمرغ فقط 2 بار صورت میگیره. یکی در دوران زاده شدن رستمه که همین الان مطرحه و یکی دیگر در هنگامی است که رستم با اسفندیار روبرو میشه و اسفندیار زخم‌های تیر بسیار به او میزنه و رستم نزدیک به کشته شدن میرسه. در اون هنگام است که باز زال سیمرغ رو میخواد و از او راهنمایی طلب میکنه و سیمرغ چنان که باید راهنمایی میکنه و اون مسائل رو در داستان رستم و اسفندیار اگر انشاءالله فرصت بود که گفتگویی از او بکنیم و عرض خواهم رسوند. اما فقط همین 2 بار است که در شاهنامه پر سیمرغ سوخته میشه و سیمرغ به کمک زال میاد. همان در زمان تیرگون شد هوا، پدید آمد آن مرغ فرمان روا. زال قضایا رو با سیمرغ مطرح میکنه و میگوید که این زن حمل برداشته و نمیتوانه که بزاد و چه باید کرد. من میترسم خود او و بچهش تلف بشه. جواب میداد که باید چند کار بکنی. اول نخستین به می ماه را مست کن،
ز دل بیم و اندیشه را پست کن. اینجا می به جای بیهوش دارو به کار میره. میگوید شراب بسیار به او بده برای اینکه درد رو احساس نکنه و در حقیقت بیهوش بشه و ما بتوانیم اون عمل جراحی رو که میخوام انجام بدیم. بیاور یکی خنجر آبگون، یکی مرد بینادل پرفسون. بکافد تهیگاه سرو سهی، نباشد مرو راز درد آگهی. وزو بچه شیر بیرون کشد، همه پهلوی ماه در خون کشد. وزان پس بدوزان کجا کرد چاک، ز دل دور کن ترس و تیمار و باک. گیاهی که گویمت با شیر و مشک، بکوب و بکن هر سه در سایه خشک. بساو و برآلای بر خستگیش، ببینی همان روز پیوستگیش. بدو مال از آن پس یکی پر من، خجسته بود سایه فر من. میگوید که ماه رو به می مست کن، بعد مرد بینادل پرفسون بیار که با خنجر پهلوی او رو پاره کنه و بچه رو بیرون بکشه. بعد از این جایی رو که چاک کرده بدوزه و برای اینکه این زخم با آسانی خوب بشه اولا گیاهی رو که به تو میگم با شیر بسا و با مشک و شیر و در سایه او رو خشک کن و بر خستگی او، خسته به معنی زخمی است اصلا و امروز که خستگی رو به معنی فرسودگی و ماندگی به کار میبریم این لغت تغییر معنی داده و الا خسته به معنی مجروحه و خستگی به معنی جراحت و زخم. میگوید که این مرهم رو که گفتم بر زخم او بمال و پر من رو هم که فر ایزدی در او هست بر اون زخم بکش و نتیجه رو خواهی دید که به زودی درست خواهد شد و هیچ نگرانی از این بابت نداشته باش. تو را از این سخن شاد باید بودن، به پیش جهاندار باید شدن، که او دادت این خسروانی درخت، که هر روز نو بشکفاندش بخت. بدین کار دل هیچ غمگین مدار، که شاخ برومندت آمد به بار. زال به همین ترتیب عمل میکنه، بچه بیرون میاد سالم، قوی، بسیار درشت. اسمشو میذارن رستم و اینجا بنده برای اینکه معنی لغوی رستم رو اولا بدانیم و مسائل دیگری که در این زمینه قابل ذکره باید عرض بکنم که رستم به معنی نیرومند روییده است، نیرومند برآمده است. برای اینکه تهم که در کلمه تهمینه مادر سهراب زن رستم هست و هم تهم در کلمه تهمتن که لقب رستم هست، همون تهم است در قسمت آخر کلمه رستم و جزء اولش از رستن و رویدن یعنی تهم رسته، یعنی نیرومند رویده و برومند برآمده. این معنی نام رستم. در ضمن یه خصوصیاتی برای پهلوانای حماسه در همه دنیا و در تمام حماسه های دنیا هست که البته رستم هم شامل اون می شود، سهراب هم همینطور، و او این است که پهلوان حماسی با تمام نوزادهایی که به دنیا میان تفاوت داره، درشتر و بزرگتر هست. اینجا برای اولین بار چون که ملاحظه می‌فرمایید شاید در تاریخ ایران که به طور قطعی در داستان‌های باستانی مسئله‌ای به میان میاد که امروز به اسم سزارین معروفه و علت این که این عمل جراحی یعنی بیرون کشیدن بچه رو با عمل جراحی از شکم مادر سزارین میگویند برای اینکه معروف است که ژول سزار قیصر معروف روم هم به همین ترتیب به دنیا آمده و به این دلیل اسم این عمل جراحی سزارین نامیده شده. ولی سابقه داستان رستم و این کار به مراتب از روزگار تولد سزار قدیمی تر است، چنان که اطلاع داریم. بعد هم عرض کردم این بچه وقتی به دنیا میاد مثلا 1 سالگی به اندازه بچه‌های 4-5 ساله است، 2 سالگی قوتی دارد که دیگه کسی با او برابری نمیتوانه بکنه، 3 سالگی و 4 سالگی به طرف اسب و میدان و کارهای جنگی و این مسائل میره و خلاصه
پهلوان حماسی رشد فوق العاده داره، به طوری که وقتی به جوانی میرسه دیگر هیچ کس تاب برابری با او رو نداره. و رستم هم به همین ترتیب است. اول درباره اون جراحی که این کار میکنه گفتگو میکند. حکیم بیامد یکی موبدی چرب دست، من آن ماهرخ را به می کرد مست. بکافید بیرنج پهلوی ماه، بتابید مر بچه را سر ز راه. چنان بی گزندش برون آورید، که کس در جهان این شگفتی ندید. این که میگوید سر بچه رو تابید، برای اینکه میدونید که بچه های نوزادان معمولا از سر به دنیا میان و از پا به دنیا آمدن برای نوزاد خطرناکه و گرفتاری ایجاد میکنه. بنابراین سر بچه رو به پایین بوده و برای اینکه بتوانن اون رو از پهلوی مادر بیرون بکشن، باید سر رو از پایین رو به بالا بیارن و بعد بیرون بیارن و موبد چنین میکنند. یکی بچه بود چون گوی شیرفش، به بالا بلند و به دیدار کش، یعنی زیبا. شگفت اندرو مانده بود مرد و زن، که نشنید کس بچه پیلتن. درست رستم همون به معنی پیلتن برومند و بسیار قوی است. شبان روز مادر ز می خفته بود، ز می خفته و هوش از او رفته بود. چو از خواب بیدار شد سروبن، به سیندخت بگشاد لب بر سخن. کلمه سخن که امروز میگیم در قدیم سخن تلفظ میشده. بر او زر و گوهر برافشاندند، ابر کردگار آفرین خواندند. مر آن بچه را پیش او تاختند، به سان سپهری برافراختند. بخندید از آن بچه سرو سهی، یعنی مادرش از دیدار بچه شادمان شد. بخندید از آن بچه سرو سهی، بدید اندر او فر شاهنشهی. بعد از این بچه رو چنان که عرض کردم به ناز و نعمت میپرورند و جشن میگیرند و شادی های فراوان میکنند و این بچه چنان که عرض کردم مثل تمام پهلوانان دیگر رشد فوق العاده داشته، به طوری که در سنین کودکی کارهای بزرگ به دست او برمیاد که از جمله اونها یکی کشتن پیل سپید است در روزگار کودکی و یکی رفتن اوست به کوه سپند که گویا داستان الحاقی است در شاهنامه و بنده الان برام میسر نیست که اون مسائل رو بگویم و قصد گفتنش رو هم ندارم. اینجا فقط یادآوری میکنم که از این پس بخش حماسی شاهنامه است. زمینه اصلی این بخش حماسی جنگ‌های پایان ناپذیر ایران و توران است. تورانیان از پهلوانان، از شاهان، از فرمانروایان گوناگون مدد میخواهند برای رویارویی با رستم و این رستم است که همیشه عنوان چهره اول و پهلوان بزرگ سپاه ایران رو با خود داره و همیشه تورانیان رو مغلوب میکنه تا سرانجام به کشته شدن افراسیاب منجر میشه و این داستانهای دلپذیر بسیار فراهم میاره که بعضی از اونها، یعنی مهمترینشون رو من عناوینش رو یادداشت کردم اینجا، در حدود 31 داستان است. اون قسمت هایی که راجع به زال و رودابه و زادن رستم و این مسائل گفتیم، تمام اینها در دوران پادشاهی منوچهر از آخرین پادشاهان اساطیری صورت میگیره و پس از اوست که داستان‌های حماسی آغاز میشه. این در حقیقت مقدمه اون مسائل بوده است.